به نام الله که بخشاینده و با رحمت است. و یادار هنگامی که به فرشتگان گفتیم آدم را سجده کنید، همه به حکم اطاعت سجده کردند مگر ابلیس که گفت چرا کسی را که از گل آفریده‌ای سجده کنم؟ و ادامه داد چرا چنین موجودی را بر من برتری دادی؟ اگر تا روز قیامت مهلتم دهی جز اندکی همه فرزندانش را در اختیار خود میگیریم. خدا گفت برو که جزای تو و هر کس که از تو تبعیت کند جهنم است که مجازاتی تمام است. هر کدام از این آدمیان را که میتوانی با صدای خود وسوسه کن. با سوار نظام و پیاده نظامت بر آنها وارد شو و در اموال و فرزندانشان شرکت جوی و به آنها وعده بده. اما بدانید که وعده های شیطان چیزی جز فریب نیست. اما بدان که تو بر بندگان من، کسانی که تسلیم حق شدند، هیچ تسلطی نداری، زیرا حمایت پروردگار تو آنها را کفایت می کند.